طی 2 روز استراحت گذشته روزهای 3 و 4 ایون سال 2023 با 4 کودک سنشان از 7 تا 12 در جوی و دریا و کانال‌های تاجیکستان غرق شدند. کمیسیون لطفای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که جسد 3 کودک غرق شده را تنها بعد 2 روز جستجو پیدا کردند و جستجوی جسد یک کودک دیگر تا حال ادامه دارد. این یاد به نظارت در لب آب قرار دادن این طفلان را سبب مرگ فاجعه‌ای آنها نامیده گفته است. با آنکه موسم آببازی امسال در تاجیکستان تازه 1 ایون آغاز یافت، از اول سال جاری در کل جوی و دریاهای جمهوری الکی 47 نفر غرق شدند. از این شمار 26 نفرش را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک نورس تا سن 16 غرق شده بود. بنا به اطلاع کمیسیون لطفای فوق‌العاده نیمه روز 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 13:10 2 کودک 11 و 12 ساله ساکنان نویه ووسه به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام آببازی در یک مکان برای آببازی ممنوع در کانال دهه هولیبک زیر آب شدند. برای جستجوی آنها نجات بخشان از شعبه کمیته لطفای فوق‌العاده در منطقه کولوب به جای حادثه آمدند. روز اول جستجو نتیجه نداد. جسد 2 کودک را تنها روز 4 ایون پیدا کرده به خویشاوندانشان سپردند. باز روز 3 ایون تقریبا ساعت 14:20 یک کودک 5 ساله در دهه نوبنیاد در جماعت چورگلتپه نوی رودکی به آب کانال افتاده است. خواهر 7 ساله او برای نجات دادرش خود را به آب زده ولی مجروح آب دختر را کشیده به درون لوله حجمش 1.5 متر مکعب انداخته است. ساکنان محلی صدای داد و فریاد را شنیده به کمک این کودکان آمدند و پسر بچه را از آب زنده بیرون کشیدند، ولی جسد دختر و نجات بخشان کمیته تنها بعد 2 روز جستجو پیدا کرده از آب بیرون آوردند. روز 4 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 2:10 یک پسر بچه 12 ساله از دهه نور بخش جماعت همنام نویه دوستی یا سابق جلیکول هنگام چراندن چاروا در نزدیکی دریای وخش خواسته است آب بازی کند ولی غرق شده است. جستجوی جسد او نیز ادامه دارد. با نظرداشت این حوادث کمیته لطفای فوق‌العاده از والدان با اصرار خواهش میکنند که کودکانشان را به نظارت نگذارند. در لب آب و درون آب قاعده های بی‌خطری را جدا رعایت کنند. آببازی در مکان‌های ممنوع به حیات شما خطر دارد. تاکید شده است در هشدار کمیته.